میمون. خواهرم بخیر است؟ دی بخیر است. ایسا نگوره ایسا خدایا دلا خدایا من اصلا چیکار میکنم؟ الله اکبر! آقای طاهر در کجایم؟ حالا در اونجا با ما در نظر نشد در دلی خوب میکنم سلیمان الله اکبر! نباید این کن بکنم. آقای طاهر! دیلویی! آقای طاهر! دیلو! آقای طاهر! سلیمان! درستم! سلیمان بیداردی! یه بابا سرکی من هست! این چی جا بکنی؟ الله اکبر! آقای طاهر آوازتان رو برای الله اکبر! ایسته تاقی برمگردیم فرماندان خدا کبوش هم کنید سر دارم گوش کنید از پس نامه روید آقای طاهر آوازتان رو براره آقای طاهر زود باشه کمک کنه آقای طاهر آوازتان رو براره خدایا این رو برداره
زود باشه. توهی مسئله خواب مدار چیکار شد؟ زود باشه. نیست باشه. اینجا رو هم خوابه. در اینجا هم نه. من خوب هستم. من به سینو رو خبر گیرم. مادر جان شما را سکن اشتراک کنید. آخر خسته می نماید. خدا را شکر من خوبم. نمیروم. تو تنها من کتب. مادر جان تشویش نکشید. رفت استراحت کنید. لیکن روید مادر جان. این بنگاه اسکران در جایش می باشد کو؟ بمب در کجا ترکیده باشد؟ وای وای بیناموس کلوم میگریزم کوی؟ انا خدیجه میگریزم خود باشد رفت او رو دستگیر کنید. شکرانه از خدا جان بیترم رو با من دوباره برگردونی. مادر جان خواهرکم برای مشهد چقدر از راه کشیده از همه خوب است. بیترکم رو گریسته از این جای ها گریسته روم.
دیلا ایستا. فکر کردم که مرده از برسی. بله ترسیدم برسی. بله ترسیدم. خدا رو شکر هیچ چیز نشدم دیلم. باوری دارم که خداوند اکرم رو نجات داده. والله هم اکرم رو دوست می‌داری همین خیلی. من فقط دوست داشتم رو نگویم باشیم. دیلم تو چرا این خیلی می‌کنی؟ برای چی حق نداشته ای؟ با من گوش کن. من میخواهم که تو عروسی میشوی. چرا گیرم میکنه؟ بابا چی شد؟ هیچ چیز نشده است عمر. خیلی استایی کنم کرد. من خوبم عمر. میتوانی به خونه روی. درست سنگ. مایده. بیا دیرم. به خونه رفته از بگویم نمیشون. بوری دیگر از من متاسفانه شهید شده خدا رو شکر که و تو یکون چیز نشده. بله آنها بمب پرتافتند. یک از تشکیلات اردو وقتی که شوانوگ مینمود در حال گریخت. من با بونگوهی تیبی میروم. سینون صحت شود نشود آماده رو دستگیر کنم. اکنون مثل پیشتر نخواهد شد. میدانم که تو حدی این کنترل کنی. مایلش جسد رو به داخل بردید. دیر کردم. اگر کمی دیگر بار وقتر می اومدم این خیلی نمی شد. هیچ کردی. تو کاری از دستت آماده رو کردی. حاضر با تشکیلات برکرد. عبدالله باز از تو شبه در آنجا بودن تو برای ما خیلی مهم می باشد. چیکار کردن آن خائنان معلوم نیست مراد. بسیار هم با دقت باش. راست میگویید. در عصر حاضر رفتنم لازم بود اما برای این اینجا موندم. اینو رئیس به تو فرستاد. رئیس در همونجاست؟ بله در نزد عبدالله می باشد. ولی تو حال هیچ نمیفهمم که برای چی اونجا. من رفتم. خداوند نگهبانم. خدا تو رو هم نگهبان باشد. معلوم شد که رئیس در نزد عبدالله بود. آقای دکتر خدا شکر. تشکر الله. طاهر این درباره پدرم. نمیدونم میترسم چی باشم. و من باشد که شاید نهایت میفهمه که در آنجا چی نوشته شده.
چی نوشته شده است آقای دکتر؟ میخواهد که آلدو و کیزبان را خانه‌دار کند. چی؟ چی؟ کیزبان جان رو با من میدین همیشه کیزبان را به صاحب ماندن نمیخواهد. نمی‌خواهد که آلدو مردی باوری نکند. کیزبان میدونسته که نروخید از باید شود خدا شاهده که گفته بودم که از باید شود یون مطمئن ما در کجا زندگی میکنم ها؟ یعنی آخه من اون رو باقی نمیبرم تو در کجا من جای انیق برای زندگی کردن ندارم آلدو تو چه ها میگویی؟ خانه خودی رئیس برای هر بیاتون بسنده است. نه نمیشود اکرمان نمیشود آخه روز خانه دخترم مگر درست است که در خونه عروسی برای چی نمیشود؟ آلدو هیچ گپ نیست. در خانه خسارت و مثل گل زندگی خواهی کرد. نه آقای دکتر نمیخوام که این طرف شود من خودم رو در این گردی مردم گذاشتنی نیستم نخواد برای زنبورم یکون خانه یافته ندامانم من به خانه داماد شدم هیچ راضی نمیشم آقا گویا من عروس باشم که در خانه رئیس زندگی کنم این کار نمیشه مادامی که خانه نباشد توی هم نخواهد شد نخواهد شد آلدو آخرین خودت چی گفت؟ تا صاحب خانه شدن کیزبان من انتظار نخواهد شد مایلشان دارم. اگر در خانه رئیس بودن نخواهی خانه مرا گیر. در آنجا زندگی کنید. این چه میشه؟ آقای دکتر ای برای خدا من این رو قبول کرده نمیتونم چرا نمیتونید؟ چه خیلی که نباشد من خودم که بول شدن نمیتونم. مگر گناه است که به خانه ها و خانه بردم. آقای دکتر من درخواد راست من که بول خبر رو میرسونم باز این از نپاش نکردم زودتر کیزبانم رو گرفتم در کن میتونم رفت خونه رو بینم آقای دکتر من کیزبانم سورپریز کنم آقا طاهر به تو کلید را بیاد خدا رفته میبینی آلدو نه تو کیزبان را جیغ نرفته میبینیم. قرارت جدی؟ بله دم سیما گریخته از کنم. دکتر
من دیلار را دوست می‌دارم. درمان دختری بود که من او را از زیاد دوست می‌دارم. اما از بی‌خبری و چه کارها مشغول شده بودم خودم ندانستم. من بر یک شخص خائن را کی دوست می‌دارم؟ حتی مردم مرا چشم دیدن ندارند. به خاطر دیلار شده چی بودن عاشقی را فهمیدم. دیلار سبب شد که آدمگری را یاد گرفتم. خیلی که معلوم شد من کی بودن خداوند را شناختم. اکنون سنان پیشینه دنیا گذشت. سنان خدا ترکی با ایمان چشم گشاد و تو فقط همین را گفتنیم که دیلار را حق عاشق است. او را به همسری قبول کردن تا روزی فرزند شوید. به همین کمکتون تشکر دکتر. از زمین تا آسمان از شما منت دارم. وطن و کجا؟ حالا ایست وطن خواهیم سینان تو در مرده ای؟ وطن نشم فکر کردی که وطن من مجرور را تنها گذاشتی و من نمیرم دیدی که من نمردم حاضر وقت تبار جواب بدی و کارهایی کردت تو جواب خواهی داد حاضر وقت این نیست از طریق هم گفت شو ما یک گریدن و ترکیب داریم البته گریدن کسی خواهد رفتن گیرد اما تو با من خواهی ماند برای کارهایی کردت جواب میدهی استاد در دست نرفتم بیرون هم کارهایی کرده در حد گذاشتم من سینم را خوب میشناسم او چیزی که میخواهد میکند با تم کماندان فهمیدی؟ شما از پسی میشوید زودتر خدا جان نجات یافتیم سلیمان پسرکم نجات یافتیم اصلا دیگر به کجا رفتنم نمیدونم به خدا نمیدونم کاش که احسان همراه همون نبود در وادی زیروان در وادی سفید شما میخواییم بعد فرزندم رو گرفته از اینجا رو گریخته میرویم ها؟ بله
نترس سلیمانی من زود بر میگردم. رفتم که احسان رو گریسته میگویم. هر سهمون یک جوی از این جور رو گریسته میگویم. تو کلام میشه. مکتب رو تمام کرده دکتر میشه. بیبی از با همراهی باید به خبرگیری ما میوید. تو نترس پسرکم. خدایا پسرم به تو امانت. دکتر خیلی غمگین است. بعدی وفات معلم زینب باری اول است که به این خونه در اومده است. به خدا فیزبا این کار خیلی مشکل است. خداوند ما رو در پناهش نگاه. فیزبانم خدا به سر ما هیچ این روز رو نآورد. امید فیزبان خانه به تو مخصوص خیلی به خدا خانه تو مخصوص چیکار کردم رو نمیدونم زینب. خیلی خمودیدم خیلی. از یک طرف گلا از طرف دیگر دیخور. دلم منو حیران کرد. ببین بخدا چقدر اشتباه نمی‌دونم. بعد همچون انسان درست داشتم. همه را می‌خواست خوشحال باشم. اشتباه خیلی. اگر تو رو دوست می‌دارم. کوری از دستم اومده می‌کردم. تو نگو من. باور کنم. ایدگامی هم گریم شده اکنون که من دیگر نیستم میخواهم که باور خانه دوست چون که برای من کسی که تو مستقیم تو آمد دوست خواهد بود این دیلا نخواه دیلا داهیر ندیگر کرد وقتی که این به تو آمدی و دیلا خانه دوست بخوشی برد طاهر چی شد یلماس؟ سبا آمده است. در نزد بنگاه سربازان با کمیسر خیابر دارد. تو را هم دیدن می‌خواسته است. زمین رو رنگ کرده؟ بله کم بودی نماند. همه اش را تعمیر کنیم. خوب شده است دارم. مایلش اینجا رو هم تازه کنیم.
سردارم خیلی تشویش شده. خبرشون در حال آمده. تشکر جناب سبا. به خدا اگر خبر نداشتم سری وقت همه آن بی‌شرفان را نست و نابود میکردیم. اما افسوس که نبوده. این چه حوال است؟ سردارم این بی‌عقلی است. خودش را ناگهان پرانده است. باور کنید. گفتم او را یک با دکتر نشان دهم. برای همین آوردم. تو در اینجا چی رو کرده ها؟ چی میکنی در اینجا؟ باز چی نقشه کشی در سبا؟ این یکان چیز کنید از برای سبا. آرام شو. اینجا کارگاه سربازان. خدا را توبه. معلوم نیست که تو کیستی. تو چی مقصد داره همش رو نقص میدانیم. دکتر از اسکران ارتشی را دور شد. اگر او را معالجه میکرده. آقای طاهر یک بیمار هست. مایلش دیلا بیا راجیم. ترکش راستیم. با هر یک کاری کرده جواب خواهی بود. این را فراموش نکن. سردارم اجازت میدادید ده را با توی خبر میکردم. مایلش نکن. چرا از من میپرسی؟ آن وظیفه توست. رفتن گیر. سلام آقای دکتر. سلام. آرام شدید آقای طاهر. راست میگویید. خدایا همان کمک کن. چاره دیگر ندارم. احسان را پرداخته رفته نمیتوانم. بیرون رفته نمیتوانم. تو در اینجا چیکار می‌کنی؟ برای تو اومدم احسان. به تو رفته نمیتوانم. کودک رو در خور بسترد ماندم. بیا از اینجا گریخته میرویم همراه. بیا رفتیم. فکر کردی تو گریختن آسان است خدیجه؟ آخر خودت گفته بودی که گریخته میرویم ها؟ یا اینکه تو مرا دوست نمیداری؟ برای چی این خیلی رفتار میکنی؟ ها؟ تو رو دوست نمیدارم خدیجه، اما برای همه کار رو میکنم. لیکن حاصل نمیشه. روز است در هر طرف پول فوتبال رو دوربین گفته نمیشه. یکی با دست نمیشه. تو چی ها گفته ایستاده احسان؟ کودکم در غار میکشد. دیگر وقت این گپا نیست. اگر حاضر نرویم به دست میافتیم. از برای خدا بیارویم از اینجا. مایلش، اما اول فکر کردنمون در کار چه باید کرد. بیا با من. تو اینجا مرا انتظار شود. این مرد مرده، اما با جای جسد این تو رو میبرم از اینجا. فهمیدی مرا؟ این کار خیلی خطرناک است.
باید به اینجا بر نمیگشتیم. زازم در هر طرف کودک را میجوید. از حادثه گذشته باتن به او خبر داده است. فهمیدی؟ چیکار میکردم؟ رو پاسسته بیرفتم مایلشتر دارم من رو پیدا میکنم. به آن هم کودک رو گزیده بودم. از قرارگاهش از آزم گریزوندن. شما خواطر نشوید. انشالله آن دیگر رو هم پیدا میکنیم. بالا سیدا راست خطر اینها را به بالا. امر فرمایید سردارم. مرا خوب گوش کن. حاضر دو نفر رو با خودت بیشتر لباسهایتان رو عوض نموده حدیثه رو با کودکش جستجو کنید. اگر او رو پیدا کرده نتوانید فکر کنید که هممون مرده جدا که تو کودک رو پیدا نکنید برنگردید. فهمیدم. من نفهمیدم. وای چرا نگینم میتونم کردنی بوده یا من تو رو در کجا ها نگیرم پیشم بوده یا درده گفتم درده برای پیجامه کنم درده روی فرقی که کودک لازمی من بود برای من مهم است میگی برای دوزده در نزدیک تشکیلاتم شرمنده شدم اگر این کودک پیدا نشود اون جزها پیدا نشود تو رو دیگر نمیمانم برای فهمیدی ها میگی کمی برا باش داره زخم کنید داره زخم کنید داره کجا دردید منو التجا میکنم مال پدستی کودک خودم التجا میکنم دردید منو مال پدستی کودک خودم چی شد دکتر؟ برای چی ناراحت شدی؟ یا اینکه یکم گپی گفتنیه داری؟ گپ زن دکتر بله دورو دردید منو التجا میکنم از منو التجا با من گوش کن دکتر میدونم که خدیجه رو دید میدونم
یک چیز رو دانستم که هیچ وقت با مقصدت نمیرسد. میدونم که در کجا بودن کودک رو با تو گفته است. حاضر همراه من بروی. کنی میبینیم دو عاشق دوست چیکار میکنم. این رو هم برید از اینجا. تو در کجا بودن کودک رو نگویند. هر جایتون رو شکنجه دهید. راکه کنی اویسته کمی دیگر موند. از این دو روز برای یک روز یک رو خورد بایدش کنی من بیدم دیلو آنهانشون درد بکدن بره برم. چی میخوایی؟ من همراه رفیقانم آمدم. اون رو انتظارم. کنی در بیرون انتظار شد. زود باش. اگر این فکر کنی درد میکند. سلام علیکم آقای دکتر. و علیکم سلام اما که دیگه دکتر دستت اصلا درد رو نبینه. خداوند برکتت رو زیاد گرداند. خداوند روزی باشد اما که دیگه شما هم دعا کردن را فراموش نکنید. مایدش من وقتی درو نگیرم. برای آن آمدم که شما رو به توی کشه هم دعوت کنم. منم زیلا را گریفته بیایید. اونها از پایشی توی شوند من تو نشسته کمی صحبت میکنیم. بسیار خوب. مایدش اما که دیگه انشاءالله میاییم. دیلا دخترم تو هم بیایی من تو گریفته بیا. او رو هم دعوت میکنم. مایدش با شما برای کار. مایدش تمام خدا شفا بده. کنی تشکر زیاد دختر. تو با نزد سبا بیرا. من حاضر می آیم. بخیره؟ بخیره. تو رفته انگیز. رفت. کار معلوم است جناب. روز توی زکا حمله میکنیم و اندوختو سر کرده همه را قیب میکنیم. یگان کاری خطا نمیخواهم سبا. چیتین هم در این کار با تو کمک. من دکتر باید کشته شد. خوب شده جنابم. خوب شده. این کار را به کمبودی برسی بکنید. همه این مردم دیها باید به افسران لعنت کنند. تمامی افسران دولت باید در دل سرزنش کنند. هیچ وقت فراموش نکرد. هدف اساسی ما همین است. اگر خواستی ما را به انجام رسانی دیگرش را ما خودمان حل میکنیم. در جان و دل جنابم. همین که توی سر شد چه خیلی که شما گفته شما خواهد شد. همشیره با من گوش کن. چی شد؟ چی میخوری؟ سرم سر درد میکنه. با من یکون دورو ده. اگر بیمار باشی در درون دکترم. تو همشیره نیستی مگر. تو مجبور هستی که به من رو کمک کنی. دیوانه شده ای. سرت در کرده باشد در درون دکترم. کمتریسا کمی صحبت کنی. از این راه هم دور شد دیوانه. زنهای دلگیر کننده را به سرودهای نو عوض نمود. عزیزم از که باشد که رفتارت با من دیگر شده است. از من دوری میجویی و زنها باید باور کنم یا نه توی خوابم یا بیداری جدایی کلفتی بسیار دارم جدایی شادی نمه
دونه نگی بدونم کنم من کنم فهمیده کدوم که دیگه دروغ چه زده بادم زگونه هوتم میجکن میگن ما بچه بادم هم بلندی دریایی سرخاب خوابکم نمیبرم یا رکیب نظیرم جانکم برات بمیرم من از لبکم طیراهای تقدیر فیلم سال 2012 در مرکز پرودیوسری سیما پروداکشن از ترکی به تاجیکی ترجمه شد.